السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، ویدیو را تماشا کردین. ما اسپیشال اون ویدیو را پارتوفتم بگیم کدام خواهر مسلمان میخواهش دوا پارتویا آخی پارتوفتای در این تری جا بیو کیچ کنه بیند پارتوخته غرق شگی ها اونو سیاگه که نو بالای نو کپره که چه جا برخت پارتو دیگه هیچه قبیده نمیتونه. اصلا دی شوخیه. الله سبحانه و تعالی هر یک ما و شما رو نیابون باشه. کدامید که قصد کشتن دارین خطانه ای فکر نکنین که انسان حرام میبره، خسیر دنیا و الاخره، ضرری هم دنیا و هم آخرتون میشوه. با اون خاطر حرکت کنین، کوشش کنین. کل بنی آدم خطا، هر انسان، هر بنده مسلمان، هر فرزند آدم خطاگر است، خطا میکنه. کلنا خطاؤون و خیرنا التوابون. همه ما خطاگر هستیم، خطا میکنه و بهترین ما همونایی که برای خطای خود توبه میکنه. بنابراین مقصد که قل یصیبنا الا ما كتب الله لنا، هر مصیبتی که بالای ما که میآید این همه مصیبت ها نوشته شده هستند. یگان کار به حکمت الهی نیست. با اون خاطر بعضی حالات ها میشه که خسر خشتمان در جان کیلن میزنه یا که کیلن در جانی گفتی گپا شبچه میزنه، دل جگرش میخره. از امون خاطر یعنی بعضی مشکلی ها میآید الحمدلله یا گذرا هستن، میگذرن. الله سنجش میکنه هر یک بنده شه. با اون خاطر در سنجش الهی یعنی تسلیم شین، قدر الله ما شاء فعل بگین انشاءالله. هر چی که از جانبی الله یعنی لا یرد القدر الا الدعاء، یعنی تقدیر را یگان چی تغییر نمیته مگر دعا و هم صدقه. با اون خاطر هر برای اونه که مشکل تار سری ما و شما ناید چکا کنیم؟ با عبادت الله باشیم. اگر که مشکلی بالای سری ما و شما اومد، الله چی میگه در قرآن؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر انسانی که تقوا میکنه، هر انسانی که پرهیز میکنه، هر انسانی که الله را پرستش میکنه، الله او را از تمام مشکل ها بیرون میکنه. بنابراین الله سبحانه و تعالی هر یک از ما و شما را نگهبان باشه. ما در مطلبم از این ویدیو چی کردن است که وقتی که میگیم سخن رسول خدا صلی الله علیه و سلم را، یک آیت قرآن را میگیم، یعنی گفتی گفت که پرسماتر نمیگیره، مردم تماشا نمیکنن، یا که احادیث های نبی صلی الله علیه و سلم میگیم، یا که دعاهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگیم، یعنی مردم تماشا نمیکنن و با دیگران روان نمیکنن، یعنی کم پرسماتر میگیره. سببش در چیه؟ وقتی که بنویسیم که ویدیو یا که فلانی انسان مرد، یا که وای قپیدن، و یا که وای دزدی کرد، و یا که وای خچپارت و غرق صدمه دیگه و دیگه، این ویدیو پرسماتر میگیرن. اینترس نده مردم. از هم خاطر نزوانی ویدیو دیگه چیز موندگیم و گفتنیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دعا میکرد برای انسانانی که حق خنی میکنن، برای انسانانی که پول ملک مالی اون کسی دیگر میدزن یا اون کسی دیگر ظلم میکنن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم دعا میکرد که اللهم رزق لنا علما نافعا. پیغمبر خدا دعا میکرد که پروردگارا برام علم مفید نصیب گردان و رزقا طیبا و رزق حلال نصیب من بگردان. یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این دعاها را میکرد تا اینکه برای ما و شما تعلیم شود، تا اینکه دعاها را از یاد کنیم و از الله سبحانه و تعالی طلب کنیم. چی؟ اللهم ارزق لنا علما نافعا و رزقا طیبا و عملا صالحا متقبلا و عملا متقبلا. مثل در هر خیر روایت هر خیر مگه، یعنی این دعا را ما در پایون میمونم، میتونید که ان شاء الله از یاد کنین. یعنی طلب علم فرضه برای هر یک شخص مسلمان. باید ما کوشش تلاش کنیم تا اینکه حد اقل قرآن خوانی یاد بگیریم، تا اینکه فرزندهای خود رو تعلیم بدیم به قرآن خوانی، یا اینکه در نماز وقتی قایم میشه میخونیم الحمدلله رب العالمین بدونیم که چی خونده ایستیم، یا اینکه طرز خوندن، طرز تلفظ کردن قرائت قرآن باشه. یا که بعضی حالات میشه که بعضی بردارا پیش میدروری بیچاره خودشون گم میکنن، دیگه خوندن نمیتونه، الحمد با یک زور میخونن دیگه سورت کد میخرن، گم میکنن، خوندن نمیتونه، اصلا که تجربه ندارن. برای اونایی که تجربه زیاد شد چیکار کنیم؟ باید ما بیشتر قرآن بخونیم. الله میگه ورتل القرآن ترتیلا، شما قرآن رو تلاوت کنین با تجوید، با تمام نازکی هاش. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که اقرأوا القرآن فانه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. شما قرآن را بخونین، شما قرآن را تلاوت بکنین، بدرسه که قرآن روز قیامت شفاعتگری ما و شما می باشد. با مخاطر حرکت کنیم، وقت را بیهوده صرف نکنیم،
ما از اهل الله باشیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که اهل القرآن اهل الله و خاصه. اهل قرآن انسانانی که قرآن میخوانند، انسانانی که به قرآن زندگی میکنند، انسانانی که زنده داریشان با گفته خدا و رسول خدا ہے، اونها اهل الله هستند و اختیار کرده الله هستند. ما دعا میکنیم که خداوند هر یک از ما و شما را از اهل الله و خاص و انتخاب کرده الله باشیم. خب دوستان عزیز، با دعا باشین، از دعای صالحتون ما را فراموش مکنین. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله